چی کار کردم؟ التماس مرا ببخش، سبب گوری این همه من میپوشم. خدایا جانی مرا نیز بگیر. التماس مرا ببخش. آرام شوید. از من راضی شو که خدا مرا ببخشد. آرام شوید. از من راضی شو. خانم همشیره داروی آرام کننده بیار. زود باش. آیاز یگون گناه ندارد پدر. او گناه ندارد. گریه نکن دخترم، میدانم و یگون گناه ندارد، اما هیچ کار کرده نمیشود. باید یگون کار کنیم. او رو حبس میکنند. آیاز رو خلاص کنید پدر. میکنم دخترم، میکنم. البته او رو خلاص میکنم. آخر من قاتل نیستم. من کسی را نکشتم. بس کن کودک. کسی که اینجا بیاید همین گپ را میگوید. بیهوده ناله نکن. کمی صبر کن. کمتر پس همه چیز معلوم میشود. من در آنجا حتی نبودم. از خانه با دنبلک همراه برآمده ای. به خانه تنها برگشته ای. در همین وقت دنبلک مرده است. تو چقدر که خواهی در آنجا نبودم بگو. بیهوده مثل نخون. اگر به خوبی قبول کردنی باشی قبول کن. چی را قبول کنم اکا؟ آخر من کسی را نکشتم. ستا؟ این را میشناسی؟ بله، ما در یک جا زندگی میکنیم. نگاه کن. شخصی را که هنگام کشتن دنبلک دیدی همین بود؟ آخر من هیچ کس را نکشتم. تو خواب کن. او گپ میزند. گپ زن. همین بود. ستا برای چی دروغ میگویی؟ انیق نقصتر نگاه کن. این مهم است. اگر خطا کنی یا دروغ گفتی تو به مصیبت دچار خواهی شد. مراتبه آخرین میپرسم جناب ایگیت. پدرت، مادرت و گذشته‌ات را در یاد داری؟ نه. برای چی دروغ میگویی؟ گپ زن. برای چی؟ دیدم. من هر دوشان رو به دکان روان کردم همراه با دنبلک. بعدم فهمیدم که در خونه چای نیست. برای خریدن چای رفتم. چی شد نمیدونم، اما جنگ کردند. تو ایست گفتنی من به سر دنبلک با سنگ زد. من باشد گریختم تو مرا نیز لطو کوب نکند. تو چرا دروغ میگویی ستا؟ من اون وقت با انگشت فروش گپ میزدم. دنبلک را به خانه فرستادم. بعدم دنبلک را تماما ندیدم. ستا با تو پول دادند؟ چه خیلی پوله بچه؟ من چیزی را که دیدم همون را گفته ایستادم. تو نیز در آنجا بودی. تو زدی. تو او را کشتی. این همه دروغ است. من کسی را نکشتم. اینو را به تو کی گفت؟ تو سگی کی شدی ستا؟ خب کن. باقی مانده‌اش رو در دادگاه نقل نمی‌کنیم. این رو به بیرون برو. این کار در اینجا به آخر نرسید. خاموش. حالا مشکلی های دنبلک به سرت بلا میشود. جزای دروغت را میگیری ستا. حیوان گپ زن. چرا از من پنهان میکنی؟ میکشم. بکش. پران. تو پرانی جانم درد نمیکند. از جایت برخیز. با من نغمه نکن حیوان. گپ زن سگ. گپ زن. چرا پنهان میکنی؟ گپ زن چرا؟ میخوام که شخصی رو بکشم. زفر تکرار من پیوست کن. حاضر میبینی
اگر این گفته هایت هم دروغ باشد تو را زنده به شکاف موش وارد میکنم، تو را زنده به برق پیوست کرده میکشم. کنیواری چپ با خوش دادن ها. ژنرال آرتور را برای به ما پیسن آمدن فروختی؟ بله. آیا یگان امنیت تو را راه اندازی کرده است؟ نه، خودم خواستم. سبب؟ برای قصد گرفتن. به تو قصد گرفتن نمیتوانم. کی را میخواهی که بکشی؟ رفته خبر گیریم پدر. نمیخواهم که این طور بشینیم. پدر گوش کنید. پدری اون بچه رو کشتن. مادرش مرد. خواهرک طفلش رو با دستانش دفن کرد. خواهرش رو گم کرد. باز چقدر عذاب کشد پدر. گناه است، عیب است. اگر در چنین حالت با او یاری ندهیم این زندگی بی معنا خواهد ماند. سبب مصیبت هایی که به سرمان آمد همه‌اش به اهمیتی ما در چنین حالت ها بود. خداوند از ما حساب نمی پرسد پدر. آه جانان آه، بعضا چنان سخن میکنی که به انسان بودنم شرم میکنم. برای ناراحت کردن شما نگفتم. میدانم دخترم، میدانم تو را سخت دوست میدارم. رفته از دستمان چی کاری آید میکنیم؟ پدر جان آن آدم حیاتی مرا رسوا کرد. پدرم، مادرم، دادر و خواهرم را. خلاص تمام حیاتم را از دستم گرفت. او را ناکشته هر نفسی گرفته من حرام است. کیست تو؟ کیست؟ نمیگویم. قسم خوردم تو جانش را نگیرم نامش را گفتن نمیتوانم. با من چه علاقه دارد؟ به من او را کشتن نمیتوانی؟ نه، به تو قصد گرفتن نمیتوانم. فهما، سوال آخرین. برای من میمیری؟ میمیرم. برای خاطر گرفتن قصدم ذره فکر نکرده میمیرم. بسیار خوب. نفرتت را در دل داری یکیت.
برای آن که این نفرت تو را به مروتی مرگ تبدیل خواهد کرد. آن بیناموس هر کسی که نباشد میکشی و من آن روز را بی‌صبرانه انتظار میشوم. لیکن پیش از کشتن تشکر خود را بیان میکنم برای آن که مثل تو به من مروتی مرگ را هدیه نمود. به خدا هیچ کار کردن نمیتوانیم، برای آنکه شاهد داریم. اگر شاهد نمیشد به گفته این خانم خردکک باور میکردیم. متاسفانه یک شاهد داریم. آن شاهد کی بود است؟ ستیلمیش گفتن یک بچه، او را ستان نیز نام میبرند. ایاز را دیده است. او دروغ میگوید. تو از کجا میدانی دخترم؟ آیا یگان دلیل داری؟ انیخ کسی به ستو پول داده است. دنبلک ایاز را بسیار دوست میداشت. جنگ کردنشان امکان ناپذیر است. ستو ایاز را دیدن نمیخواست. کسی ستو را خریده گرفته است. کی؟ باز بغیر از ستو یگان شخصی هست که از ایاز نفرت دارد؟ بله هست. حتی چند پیشتر میخواستند که بکشند. با رفیقانش لط کردند. چه نام دارد؟ سواش دهن. سواش دهن؟ با قماندان قلیچ یگان علاقه دارد؟ مرا ظاهر کرده بودم که چی تو را در آن شکنجه زنده نگاه داشت. شکر کن که نفرتت را نگاه داشتی. نفرت قوه بزرگ است. البته استفاده برده توانی. باز طمع را می توانی علاوه کنی. گفتم را هرگز فراموش نکن. هدفت را دائما بالا نگاه دار. با تو یک چیز میگویم. اگر نام هدف گرفتت را میگفتی نمیگفتم. نه نشد میگفتم. برای آن که من به کسی باور نمی کنم. به یگان کس. اگر به جای تو می بودم به مانند تو رفتار می کردم. آفرین. اکنون یگیتن شدیم. مادر مرا میشنوید؟ نمیدونم اما شما را بسیار یاد کردم مادر. چنان سخت یاد کردم که بویتان دائما در دماغم است. حس میکنم که دائما دستانتان در پیشانه من است. میخوام که دستانتان را به دستم گیرم، اما دستانم شما را میجوید مادر. میخوام که سرم را بالای زانوی شما گذاشته خواب کنم. میخوام که هنگام بالا کردن ابرویم سرودهای خوانده‌تان را گوش کنم. میخوام بوی شما را نفس کشیده از رویتان ببوسم. میخوام که با دستانم رویم را پوشیده بسیار گریه کنم. شما را سخت پزمان شدم مادر. مادری مهربانم. یاد کردم. التماس مرا ببخشید. وعده‌ام را اجرا نکردم. به خواهرانم صاحب شده نتوانستم. آخر قوه من همین قدر بوده است. ما را مثل چنگ پاش دادند. اکنون نمیدانم که چیکار کنم. من با این نظام دنیا چطور مبارزه برم. شما را سخت یاد کردم مادر. التماس مرا ببخشید. التماس از من نرنجید. ایاز جانان، تو چطور به اینجا آمدی؟ با پدرم اومدم. او حالا با پلیس صحبت میکند. من باشم برای دیدن تو اومدم. کاش که نمی آمدی. برای چی؟ آخر خواتیر شدم. کاش که مرا در این احوال نمی دیدی. اوف ایاز، چگونه سری پوچ داری؟ میدانم سری من پوچ است. اگر سرم پوچ نمیشد به اینجا نمی افتادم. من میدونم تو یگون گناه نداری. تو را ستو فروخت. می فروشد. برای آنکه این نظام برای خریدن ستا بر این شخص هاست. آدمانی پولدار قوه دارند و با قوهشان نزدیکانشان را به خود جمع میکنند. آدمانی مثل من در این دنیا جایی ندارند. ایاز این خیلی نگو. با پدرم تو را از اینجا خلاص میکنیم. یگان راهش را مییابیم. چرا؟ من تنهایم. نه قوه دارم نه پول. برای چی مرا نجات میدهید؟ این چگونه سخن؟ تا حال نفهمیدی به عقل؟
چرا؟ تو حال میپرسد. تو رو چونکی تو برای ما مهم هستی، اما تو کور هستی که این رو دیدن نمیتوانی. احمقی هستی که نمیفهمی. اگر پسرش باشد قلیچ دهن را علاقه‌دار میکند. برای همین کارتان کمی دشوار است جناب هلدون. آنها رفتار میکنند که گویا شاه این کشور باشند. کسی را خوش نمیبینند، نمیشناسند، قدر انسانی را روا نمیبینند. متاسفانه و نظام حاضره و جایی که با چنین آدمان فرصت ندهند برعکس این را تشویق میکنند. یعنی میخواهید بگویید که یگان کار کرده نمیشود؟ معلوم نیست. در مکتب به ما وظیفه نوشتن انشا را میدادند. نمیشود نگو، نمیشود. دویم این را می نوشتیم. این فکر اساسی بود. بعداً فهمیدم که این سخن شرح مختصری کشور بوده است. نمیشود نگویید. همه چیز می شود. اگر قوه داشته باشی همه ای کار را به زودی حل کرده می توانی. چه هایی را که در زندگی ندیدم، چه ها را. جناب پلیس، عذر می خواهم. اگر از تلفنت اجازت زنگ زدن باشد به یاردمچیم یک زنگ زنم. مرحمت بگیر. ولی من هلدون، کار انگشت رو چی کار کرده؟ من هم به شما زنگ زدنی بودم. باید زودتر بخوریم. به نزد کمیته امنیت بیا. پس از نیم ساعت در اونجا وا میخوریم. نمیشود گفتید. ما با یک کار شروع کردیم. امروز باید نتیجه شنیق شود. من بعد یا مفلس میشویم یا موفق. پدر، اکنون میرویم. چونکی تو برای ما مهم هستی، اما تو کور هستی که این رو دیدن نمیتوانی. این رو بگیر بچه، شاید گرسنه باشی. هرگز از دست نده. اجازت نده که تو رو مغلوب کنند. راست است. با قرار باش. هیچگاه از مبارزه دست نکش. فهمو اکا، هیچگاه دست نمیکشم تا لحظه مردن. تا آخران نفسم راه افتاده نمیشود. وعده میدهم اکا. راه افتاده شدن نیست، گریه کردن نیست، دلسوزی نیست. وعده میدهم اکا. گیر پسرم. شناسنامه نو. قوه حقیقت را هنگام نشان دادن شناسنامه درک خواهی کرد. به شناسنامه‌ات خیانت نکن. این تو را به نزد آدمی که کشتن میخواهی میبرد. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. بسیار خوب. بار دیگر به گروه ما خوش آمد. روزی قصاصگیریت را بی صبرانه انتظارم. من هم انتظار می شوم. آن روز حتما می آید. خوب، اکنون از کفای کارمون می شویم. مسئله منش را باید حل کنیم. در دست چی داریم از نظر می گذارم.
گفته اون بچه درست بوده است. چقدر که خواهیم کوکس یافته میتوانیم. از بناها، گرمخانه ها و نیروگاه ها دسترس کرده میتوانیم. از فکر کرده اتون هم زیادتر یافته میتوانیم. حتی برای عوض این پول هم طلب نمیکنند. ما تنها خرج کشانیدن رو پرداخت میکنیم. انا این بسیار خوب شد. اگر این طور باشد زود به کار شروع میکنیم. اما یک معما داریم شیخ. به ما شخصی لازم است که ما را دستگیری کرده تواند. مبادا یگان روز ماشین های بارکش را من کرده خالی کنند چیکار میکنیم؟ با کی تکیه میکنین جناب؟ اوف ولی اوف. همه به هر طرف تکیه کرده است. در نقطه بنزین خور نیز نفقه خوری پرقوت را به کار گرفتند. این تو به مغازه و دکان ها پهن شده است. همه به قوه رتبهش نگاه کرده مغازه یا یگان شرکت میکشایند. ما هم باید همین خیل کنیم. مثلا تکیهگاه قادر قشی و غور چوکلک میباشد. جناب اگر یگان مشکلی شود ما از کی یاری طلب میکنیم؟ فهمو ولی این کار را من میبینم. تو به کار خودت را. جناب وقت زیاد نداریم. فهمو ولی من امروز این کار را حل میکنم. تو به جستجوی انگیش شروع کن. فهمیدم جناب. چی شد پدر؟ یگون چیزی بد نیست دخترم. این عیاز تو. عیاز من؟ در آمده گابین خیل یعنی رفیق تو. خودش حبس شد اما فکر میکنم که ما را خلاص کرد. چه خیل؟ با من انگشت سوخته را آورده بود. با آن با پر کردن بتون انشاءات شروع میکنیم. البته اگر آنقدر انگشت را پیدا کرده توانیم. پس ما عیاز را خلاص کنیم پدر. بله دخترم. من بعد ما از او قرض داریم. من چیکار کردنم را میدانم. تو هیچگاه خود را غمگین نکن. فهمو؟ قیدهایتان را از خود کرده زود نابود کنید. الو من هلدون. از کدام کوه فرآمدی؟ باید واخوریم. بسیار کارهای مهم است. عذر پرسیدنت را نشنیدم. یا این که مدل نوعی زیرکی است؟ فهمو. بخشش. اما حتما باید واخوریم. من بسیار فکر کردم و در آخر قرارم را دادم. من بعد هر گفتد اجرا می شود. اما باید واخوریم. اگر علاجش باشد امروز. مایلش وامی خوریم. با تو شانسی آخرین را می دهم. همین را فراموش نکن که من وعده خلاف نیستم. پایم را بوسه می کنیم. وگرنه دفتری تو را پورا می پوشم. می شود وعده می دی؟ می شود. وعده می دهم. اجرا می کنم. بسیار خوب. در مدت 1 ساعت در مکانی هر وقت وا می خوریم. مایلش خیر. چی شد پدر؟ من گفتم. نگفتم. می آید و با مانند سگ تولا می کند. من حالا این را می بینم گفته بودم. همه این کار را با من می کند و مانند سگ آمده تولا می کند و من همه این را می بینم. همه‌اش را. امروز روز قبولی من است. کسی که بخشش پرسد قبول می کنم. کنی خیزت می رویم. حمزه مرا ببخش. مجبورم که این کار را عملی سازم. مجبورم که برای فرزند تو این را اجرا کنم. مرا ببخش. بخشش. سلام فرهاد. این همان هم خدمتم که من درباره اش به تو نقل کرده بودم. سلام علیکم. سلام جوان خوب.
تو در نزدی در انتظار شو. من دستشوی میروم. چرا؟ من تنهایم. نه قوه دارم نه پول. برای چی مرا نجات میدید؟ این چگونه سخن؟ تو حال نفهمیدی بیعقل؟ چرا؟ تو حال میپرسد. تو رو آه جانان، تو را در اینجاها میدیدیم ها؟ چی شد؟ گریه میکنی؟ تو چی کار داری؟ البته افسوس که برای من گریه نمیکنی. پس برای کی گریه میکنی؟ احمقانه گپ نزده از نزدم دور شو. اوه، برای اون بچه بدبخت گریه میکنی؟ توی بدبخت. بله من بدبختم. ولی برای چی میدانی؟ چون که آن بچه از کوه آمده منی در باغ بوده رو راند. انا برای همین. چون آن بدبختم که برای نیست کردن آن بچه همه کار رو میکنم. همه کار رو. تو چی در داری ها؟ تو دیوانه هستی؟ آن بچه با تو چی کار کرد؟ تا حال نفهمیدی. تو را از من گرفت. آیا از این گناهی کلان می شود؟ با من چه علاقه دارد؟ آیا من بازیچه تو هستم؟ نه، تو از آن من هستی. فهمیدی؟ اگر نفهمیده باشی بفهم، اگر نشنیده باشی بشنو. خواهی راضی شو، نخواهی نه. گوش کن. حالا تو همه را دوست می‌داری. برای این همه کار رو میکنم. فهمیدی؟ اگر خواهی آن بچه را نجات میدهم. تنها به من یک مرتبه تو را دوست می‌دارم بگی. یک سخنی تو همه چیز را عوض میکنم. عذرت را قبول میکنم. تنها یک دفعه. اگر یک بار دیگر تکرار کنی تو را در قعر زمین گور میکنم. هلدون گور میکنم. فهمیدم. خب اکنون بشینیم تا که به من آن مسئله را نقل کنیم. برای نجات دادن شرکتم راه یافتم، اما در نزدم یک مانع کلان هست. آن مانع چی بوده است؟ قادر پرنده به اوغور چوکلک تکیه کرده است. از او قوت میگیرد. چوکلک ها؟ چوکلک خام. اگر به من یاری دهی مرا تحت حمایه خودگیری قادر پرنده هیچ کار کرده نمیتواند. آن وقت تمام عمر به تو کار میکنم. هرچی گویی اجرا میکنم. چیزی که خواهم همین طور. همین طور. به تربیه حیوان. تو فکر کردی که مرا خریده میگیری ها؟ از تو نفرت میکنم. تو نفرت آور میباشی. تو فکر میکنی که با یاری پدرت به همه چی صاحب میشوی. حالا از اینجا رو. یا اینکه تا توانستم بلند داد میزنم. با تو نه برای خاطر ایاس و برای خاطر خودم هیچگاه تولد نمیکنم. از اینجا رو. دفع شو.
دف شو. مایلش میروم، اما از تو دست نمیکشم. بمیرم هم از بحری تو نمیگذارم. به نزد من با پای خود میآیی. اگر 60 ساله شوی هم به درگاه من دوان دوان میآیی. نامی من سوش دهن، بدبخت نه، سوش دهن. این رو تو هم میفهمی جانم، تو هم میفهمی. دیوانه، از بیعقل چی رو انتظار میشوی؟ کودک ها؟ کودک تو رو خلاص کرده؟ ای هالدون، تو در حقیقت احمق بوده ای. فکری کرده ای کودک را تو کرده نتوانستی ها؟ نتوانستم. حالا از او قرض دارم. برای همین باید حبس نشده او را نجات دهم. کار چقدر جریان دارد؟ یگان معما نیست. تعبشان بالیده است. همین طور می نماید. یگید گوشم با شما جناب. همراه با هالدون به کمیته امنیت روید. به راهبر شعبه نظارت جنایی سلامی مرا برسانید. یک معما داشتند بگو که آن معما را محکم کنند، به او وقت خرج نکنند، وگرنه من با آنها وقت خرج میکنم. با امر شما. الو؟ چوکلک، من کلیچ دهن. بله، گوش میکنم. صاحبی جندن انشاءات هالدون است کو؟ چی شده است؟ چه خیل چی شده است؟ مینبع در حمایه من است. به آدمت بگو که پیش راهی مرا نگیرد. نم آیید صلح امضا کردیم، دخالت نخواهم کرد. فهمو، میگویم. یگو خواهش دیگر داری؟ نه، سلامت باش. خوب خیر. تک حیوانی لعنتی! الو خودی، من اوغور. حالا مرا خوب گوش کن. نامدیگیت بوده؟ خطا نشنیدم. ماشین رو نگاه دار. چی گپ شد؟ فرهاد گونیول، پسر حمزه. چی؟ نگاه دار. از ماشین فرا. یگان کار نکن که میکشم. این طرف گذر. تو هم خدمت پدرم بودی. او تو رو از مرگ خلاص کرد. تو چیکار کردی؟ نه، ایست همش رو میفهمونم. پدرت رو من نکشتم. قسم بکنم من پدرت رو نکشتم. میدونم در آنجا بودم. همه چیز رو دیدم. او را کلیچ کشت، اما تو سبب شدی. نه او رو بدام گرفتار کردی. با قاتل همراه بودی. ایستا پسرم فرهاد. اما پسرم نگو. ابله. او پسرم، از حد زیاد به خیال فرو رفتی. با من نرس. چی؟ هرگز. چی گپ است؟ جانان،
شد پدر؟ یگان چیزی افتاد؟ این شخص به ما یاری میدهد. رفتیم، با امنیت میرویم. او رو نجات میدهیم؟ به فکرم همین طور میشود. تشکری زیاد پدر جان. بیا رفتیم. جناب، با شما صحبت کردیم. یگان کاری دیگر از دستم نمی آید. آیا گفته هایم کم بود؟ با شما هم سلام. سلامی کلیش دهان را آوردم. ها، عذر میخواهم. مرحمت. پدر کلیچ دهان؟ در روزهای نزدیک همان نام کلیج دهن را میشنود ظفر. شنیده لرزه میکنند. قدم به قدم، آهسته آهسته و بالا به قله‌های بلندترین. به قله‌های بلندترین؟ خطا نفهمیدم قماندان؟ قله بلندترین انقره کجاست ظفر؟ جای با رقم 864. قله بلندترین آنجا از آن ایما می شود. مشکلی نمیخواهیم. آن حجت باید پوشیده شود. اگر ناگهان کشوده شود، مناسبتمون دیگر می شود. فهمیدید؟ بله جناب، کاری لازم اجرا کرده می شود. بسیار خوب. ای بچه، از جایت خیز، تیار شو. چی شد؟ با کجا؟ با کجایی که خواهی به همانجا. اکنون آزادی. چی؟ ایاز؟ یک طرفی، 3 دختر. جانان؟ شما را گسیل کنم جناب؟ زحمت نکش. راه را میدونم. اگر یگان مشکلی شود زنگ زنید. خوب شده است، زنگ میزنم. از پدرم چنان التجا کردم که در آخر کسی رو یافت. تشکر. خیر. من بعد کسی تو رو گناهکار نخواهد کرد. خدا را شکر که نجات یافته. بیایید. کاری پر کردن و پگاه با آخر میرسانید جناب راهبر. فهمو، خوب شده است محترم راهبر. من پگاه حجت ها رو میارم. همان روز به صورت حساب میگذرد. تشکر. سلامت باشید. با احترام جناب، با احترام. تشکری زیاد راهبر. خلاص شده. زنده باد. خلاص شده. خلاص شده. زنده باد، نجات یافتیم. گریه کن پسرم، گریه کن تا اینکه نفرت و کینت از وجودت دور شود، تا اینکه
جسم و روحت تازه شود. گریه کن، گریه کن، مردانه گریه کن. من کوشش کردم اما نتوانستم. در خیالم گویا او را پروراندم، اما به غیر از خیال دیگر چیزی کرده نتوانستم. اگر امکانیت می داشتی او را می کشتی، آن ظالم را تیرباران می کردی، اما به این کار دست نزدی. از این کارم پشیمان نشو. تو دوراندیشی کردی. تو باید شکر کنی فرهاد. خدا آن ظالم را با دست ظالمی دیگر جزا می دهد. خدا نخواست است که دست پاکی تو افلاس شود. خدا را شکر که تو را حفظ کرده است، تو را آرام کرده است، غضبت را فرو نشانده است. برای این غم نخور پسره، خرسند شو، گریه کنی، اما از خرسندی گریه کن. خودت را عذاب نده. اینقدر خوب است خداوند، اینقدر خوب است. خدایا هر کاری تو حکمتی دارد. ایاز یک دقیقه. لابای یک مسئله مهم است. میدانیم که قاتل پدرت تو را تا حال جستجو دارد. یگان روز حتما تو را پیدا میکند. برای همین ما باید شناسنامت را عوض کنیم. چه خیلی یعنی؟ نامم رو هم عوض میکنیم؟ نه، نامت همین خیلی عوض میستد، اما نسب، نام مادر و پدر را، حتی زادگاهت را باید عوض کنیم. اینها را من حل میکنم. رفیقان دارم که این کار را میکنم. آن وقت کسی تو را پیدا کرده نمیتواند. پس خواهرم رو هم پیدا کرده نمیتونم. اکام چی؟ اکام زنده باشد انیق مرا میجوید. این خیل باشد چه خیل با میخوریم؟ چطور یک دیگر رو پیدا میکنیم؟ خاطره هم نداره دیاز؟ آنها به شما کفایه نیست؟ هم قاتل کبو خواهرت را از تو پیشتر یا بد خوب میشود؟ جانان راست میگوید. بهتر از خاطره ها یگان دلیل نیست. مایلش، اما تنها نسب و زادگاه هم را عوض کنید. نمیخوایم که در آنجا والدانم را نیز از دست دهم. مایلش، بیایید رفتیم. از همین روز اعتباراً دیگر در کوچه خواب نمیکنیم. قادر پرنده از ترس کلید خانه و منع قرار مصادره را در درون لفافه گذاشته است. قوه همین خیل است. اکنون حیات دیگر را آغاز میکنیم. ایاز با شناسنامه نوش به حیات نو قدم میگذارد. اگر یک در پوشیده شود، دری دیگر کشوده است. یک دری دیگر. ایپک، به خانه‌ات خوش آمدی عزیزم. به هر دو خانه‌اش را دادم، لیکن گذاشتن بامبا را فراموش نکردم، یعنی زنش را. اگر با آن زن زندگی کند یک دنیا عذاب میکشد. چهرت را کشا، کمی صبر کن، با کلیش و آدمان جنگ نکن. آن بیناموس از کجا میزند دانسته نمیشود. با صبر بودن فایده دارد. او را نه ما بلکه آدمان خودش میکشد. فهمیده؟ این کار رو میکنیم. با آمدنی وقت و ساعت ریشت را به گردنش میپیچانیم.
اگر این خواب نباشد مادرت در دنان نماز میخواند. نماز؟ چه خیل نماز؟ تو خبر نداری؟ نه ندارم. واه، زنی کلیش دهن نماز میخواند. اگر بفهمند این زن چیکار کرده ایستاده است، مرا نابود میکند. قلیچ ترسوندی. تو در اینجا چیکار کرده ایستاده؟ هیچ. چه خیل هیچ؟ آیا تو میدونی که با اقبالی من نغمه کرده ایستاده ای؟ قلیچ سرسته نخون، یگان علاقه ندارد. دارد، علاقه بسیار دارد. گوش کن، اگر مسئله شرق به آخر رسد تمام دقت به من میشود. با واسطه تو مرا زنده نمیمانند، مرا تعقیب میکنند. التماس، من تو را نمیدونم، اما من مال ارتش نیستم. من زنی آزاد هستم و حق دارم که با چیزی باور کردم زندگی کنم و حتی تو برای دخالت کردن حق نداری. حق چی؟ سر نکن. در این کشور کسی که قوت داشته باشد حق در دست اوست. این یک مکانیزم است. با من و تو علاقمند نیست. تو به هر چه سرت را بند نکن. در این حجره چیزی که میخواهی بکن، اما بیرون از این حجره یگان کار کردی روی پسرت را نخواهی دید و حیات را برایت زندان خواهم کرد. در درون این حجره چیزی که میخواهی بکن، ولی گپ از این حجره بیرون برایت تو را آگاه نخواهم کرد. گوش کن، با تو آن قادر پرنده بیناموز خبر دادم؟ برایم نیرنگ آخرینش تو هستی. این چگونه سخن هلدون؟ من بر این زن و این فرزندت پسر یگانت به تو نیرنگ است؟ کاری عیب رو میکنی هلدون. اگر این طور باشد من بعد در این خانه گفته های من میشود، فهمیدی؟ البته هلدون، تو پدر این خاندان میباشی، البته که گفته های تو میشود. اکنون بیا من به تو آشخانه رو نشان میدهم. خوراکای تیار کردم رو ببین. رفتیم. فهما مرا نکش. تو افتاد رو ترش نکن، گفته هایم به تو علاقه ندارم. در نظارت خانه تو بسیار خنده آور بودی. کجایش خنده آور؟ آخر تو رو اونجا گذاشتند، حبس میکنند، تو باشی با جای که یاری طلب کنی، برعکس یک روی کردی. آخر من مثل خودم هستم. یک رو؟ توی یک رو، بوزی یک رو تو هستی. ایاز لبای چرا خندیدی؟ ندانم. خسرو لبای گفتی. باید چی میگفتم؟ چی میخوایی میگفتم؟ نه، پیشینه اش خوبتر است. باری دیگر لبای بگو. ای رو مسخره باز. یک رو. توی یک رو. همیشه همین طور باشیم. چه خیل؟ همیشه همین خیل زندگی میکنی؟ بله، همیشه با تو. نسبی ما رو گیری نمی شود؟ سفسته نگو. برای چی؟ نسبی تیار است؟ نه نمی شود. همه ساخته بودنش رو میفهمند. هم برای چی نسبی شما رو گیرم؟ سببش چیست؟ چرا؟ برای اینکه من نمیخوام نسبم میوز شود. چی؟ جانان
چی گفتم؟ جانم در کشو. نمیکشویم، از اینجا رو. کمی پیش تو چی گفتی؟ چی کار داری؟ چی کار دارم؟ تو چیزی گفتی؟ بودی یک رو. توی یک رو. چی گفتی؟ زود بگو. اوف فیاض اوف. عمرم رو خراب کردی. من با تو پیشنهاد اویلا داشتنی کردم، اما نمیفهمی. Aşk bir gün kapımızı çalacak, hayaller gerçek olacak, kalbim yeniden Ayaz? seninle dolacak, kötü günler geride kalacak. Ayaz. Ayaz در اونجایی؟ Ayaz? Ayaz? رفته است. یک رو. او هم مرا دوست می‌دارد. خدایا هزار بار شکر. Ayaz، این حال ما چی میشده باشد؟ ما بسیار بیعقل هستیم. کی مکوام میشویم؟ صبح بخیر. صبح بخیر پسرم. آه پسر زیبای من، هیچ کس مثل او زیبا نیست. گذرشین. پگاه کار را سر میکنیم. در حقیقت؟ با صاحب جندن انشاءات واخوردم. هالدون برای تو یکی از مدیریت ها را از کار دور کرد. اوه، مدیر می شود؟ حالا بر وقت نیست؟ چرا بر وقت بود سیسرا؟ دانشگاه را بیهوده ختم کرد. رفته در یگان فابریک کارگر شود. فهمو خب کردم. تو به مادرت اهمیت نده، تنها باید کارت را خوب اجرا کنی، فهمیدی؟ به زودی بالا میبری. هرچه هم باشد یگان روز وارث آن شرکت میشوی. وارث؟ چی خیلی یعنی؟ من میدانم که او جانان گفتنی دختری دارد، باز یک پسر دارد، نامش طریق یک ابله است. هالدون او را وارث نمیکند. خیر جانان چی؟ حالا یکی از مدیرهای شرکت اوست. مدیری چی بوده است؟ دوست دارد؟ خیر این کار را چی خیلی میکنی؟ آخر بفهم پسرم، تو با جانان آیله دار شوی، خود از خود همه چیز حل میشود و تو صاحب شرکت میگردی. چی خیلی یعنی؟ Ayaz ایستو میغلطی. یه چیز نمیشود دو. خیر با اینجا چرا آمدیم؟ اینجا چیزی رو به یادت نآورد؟ باری اول آن بیگاه وقتی در باغ بودیم صدقاً از خداوند تو را خواستم. در حقیقت؟ در حقیقت در آن سردی، در حالی که سخت خنک میخوردی، با آن احوالت چنان زیبا بودی که به تو دل بستم و آواز دلم را شنیدم. دلت چی گفت؟ خدایا پدرم را از من گرفتی، من یتیم شدم، نگذار که دلم اسیان کند. به من عشقی ده که اسیان دلم را فراموش کنم.
ин духтари дар наздам буда беҳуда дар барам нест. падарамро, акаамро, оилаамро гирифтӣ. ҳоло ақаллан ҷононро нагир. ман чунин дуо мекардам. дилам ана ҳамин хел мегуфт. боварам намеояд. бовар намекунам. он шаб ҳамаашро шунидам. қасам мехӯрам. ҳоло чунон гарангам, ҳоло чунон ҳайронам ки бо фикри кардаам аз худ шарм кардам. барои ҳамин бо ту муноқиша кардам. дар асл бо ту муноқиша накардам. бо дили якравам кардам. чӣ? ту чӣ гуфтӣ? ҳар чӣ шунида бошӣ ҳамон. ҷононро ба писарам зан мекунам. ҷононро ба ман? ин чӣ ҷавоб аст писарам? падар, маро бубахшед, лекин ин духтар маро чашми дидан надорад. ту инҳоро фикр накун. мо аз боло нигоҳ мекунем. мақсад кор аст. натиҷа барои ту манфиатовар аст. ҳамаи оиладоршавӣ бо ишқ сохта нашуда аст. дар ҳаёт оиладоршавӣ мантиқӣ гуфтани гап ҳаст. одамон бе ишқ ҳам зиндагӣ карда метавонанд. то ҳоло фикри онҳоро накун. ба кор диққат ҷалб кун. аз куҷо медонӣ ки шояд ягон рӯз бо пои худаш ояд. ба назди ман бо пои худ меоӣ. агар 60 сола шавӣ ҳам ба даргоҳи ман давон давон меоӣ. ҷонон, ин бегоҳ туро аз падарат хостгорӣ мекунам. дигар як лаҳза ҳам интизор шудан намехоҳам. бо ман оиладор мешавӣ? боз дандони қодири парранда дароз шудааст. агар тендери роҳи бузургро ӯ гирад, кори хуб намешавад. намедонам ҷаноб. мо бо ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ суҳбат кардем. вазъият ба фоидаи мо набуд. бо баробари пайдо шудани қодир фикри ҳамааш иваз шуд. иваз шуд, аммо ба хотири чӣ иваз шуд? мехоҳам барои хотири пул гӯям, аммо набояд кушоду равшан пора дод. ин чӣ ҷои нофаҳмоӣ дорад? агар нархи тендер каму зиёд шуда бошад, донед ки ришват ҳам дохил шудааст. касе ки ришваро бисёр кунад, тендер аз они вай мешавад. қодири парранда чӣ қадар додааст бифаҳм, мо бисёртар медиҳем. беҳуда гап назан тариқ. вайро ба ҷояш гузор. одам бар ин гӯш кун. агар гӯш кардан нахоҳӣ, баромада рав. беҳуда сарамро гаранг накун. вай, уғурчекелек дар пас ин кор аст. ҳамоне ки ин корро оғоз кардааст. ӯ кӣ будааст? уғурчекелек? бешин, нороҳат нашав. ҷавон, ту берун баро. дар он ҷо меҳмон дорам. чой, қаҳва деҳ то зиқ нашаванд. ҷаноби валӣ, акнун аз аввал нақл кун. киро ба ёрӣ гирифтааст ки ман бехабар? гап зан то ки бидонем. ایستا نشد، ایستا!
بیدار باش. نجات تسلیم شو اینم پرونم وگرنه جان در خطر است. گویا حاضر سلاحش رو گذاشته به خوبی می آید. بسیار خنده‌آور است. من نمیدانم، گناهم را خدا بخشد. تسلیم نمیشوم. از اینجا روید. من کسی را نفروختم. مرا تعقیب نکنید. دیدی چگونه انسان است. فرهاد مرا ببخش. من به اینها عادت کرده نتوانستم. تا حال به این گید گفتن عادت نکرده ای؟ یگان روز ما هم به احوال این آدم دوچار میشویم. ای نجات ساک، میدانیم که تو به غیر از خوشی و دیگر کس هم خدمت نکنی. یک روی را یک سو گذاشته، تسلیم شو. نام چی است که به همه چیز میخندی؟ فهمو، خشمگین نشو. من از قفا میروم. تو این را مشغول کن. سفسطه نگو. آخر او نشانگیری کور نیست. لق را بس کرده پراندن را سر کن. سلاحت رو این طرف پرتاب. مایلش پرتاب. فهما یعنی شوکلک و قادری پرنده درس نگرفتند. این طور باشد بار دیگر به آنها خود را نشان میدیم. همین طور نیست؟ حل میکنیم. یکی از آدمان بهترینم در نزد چوکلک است. اگر به گردنش پشه نشیند به ما خبر میده. بسیار خوب. اینها خبرهای خوش میباشند. بسیار خوب خبرهای خوشند. ولی تو به بیرون برا. با هلدون آیدی مسئله مهم صحبت میکنیم. برا خیر هلدون، کمی آیدی آیله صحبت کنیم ها؟ چی میگویی؟ در کجایی؟ بیرون برو! دختر در دست من است. بیرون برو!
الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فبشره خدا رحمت کند. من فرهاد رفیق بیلال هستم. در نفس آخرانش در برش بودم. ممکن است که کمی صحبت کنیم. خلاص акат ҳангоми ҳодисаи нохуш намурдааст. куштанд. ҳоло бошад инро касе исбот карда наметавонад. қотили акат падари маро низ куштааст. ман барои гирифтани қасос дар назди ӯ мебошам. ягон рӯз ҳатман қасдамро мегирам. ҳам қасди падарам ва ҳам қасди акаатро. он рӯз ҳатман меояд. мин баъд ба ман амонат мебошед. ин хоҳиши акаат буд. ӯ ин ҳодисаро аз аввал медонист. ин мактубро барои ту навишт. хоҳари мисли гул зебои ман, агар ту ин мактубро хонӣ, бидон ки ман барвақт ба дунёи абад рафтам. ҳаргиз ғамгин нашав. марг нестӣ нест, ба дунёи ҳақиқат расидан аст. медонӣ ки падарамон ҳамин тавр мегуфт. ман кӯшиш кардам то ки номбардори падарам бошам. медонам ки ту ҳам номбардор хоҳӣ шуд. ба рафиқи мактуб дастрас кардам бовар кун. ӯ низ ба монанди мо ба ин зулм гирифтор шудааст ва аз ман ягон фарқе надорад. аввал ба худо, баъдан ба фарҳод амонат ҳастӣ. бисьёр гирья накун. барои он ки ман барои шаҳид шудан бисьёр дуо кардам. агар дуоям қабул шуда бошад, марг барои ман вуҷуд надорад. барои он ки шаҳидон намемиранд. доимо дар бари ту ҳастам. аз чашмони зебоят мебусам. акаат Билол. духтаро сарде ӯро. сарде ки равад. чӣ коре мехоҳӣ бо ман бикун. аммо ӯро ба ин даъво дохил накун. дохил накун гуфтам. не, ин тавр накун. силоҳатро гузор. фаҳмо ором шав. наҷот ягон кори хато накун. духтарро сарде то ки равад. ба ин тараф гузар. роҳ гард. рав, вагарна ӯро мепаронам. гул бирав. якравӣ накарда рав. доимо якравӣ мекунӣ. хайр, акнун чӣ кор мекунӣ? маро мепаронӣ? хаб кун, гап назан. метарсӣ? агар маро паронӣ, житемро мепаронӣ. инро медонӣ ва метарсӣ? нобакор, агар маро кушӣ, туро зинда нигоҳ медорад. гӯштатро аз устухонат ҷудо мекунанд. аҳмақ. барои чӣ таклиф кардани маро бас намекунед? ман ба қушчӣ ягон чиз накардам. боз чӣ кор мекунӣ?
ҳуҷҷатҳои махфии тендерро фурӯхтаӣ ва боз ба кӣ фурӯхтаӣ? ба душмани рақами яки мо фурӯхтаӣ. гӯш кун, ман намедонистам ки дар ин кор шумо ҳам ҳамроҳ ҳастед. агар медонистам намекардам. ба худо қасам намекардам. номи худоро ба дахони ифлосат нагир. оё ягон ҷое ҳаст ки мо набошем? фикр мекунӣ ки дар кӯҳ танҳоро одамҳоро таъқиб мекунем? дар ин кишвар ҳисоби ҳама чизро аввал мо мепурсем. аз мо бехабар парранда ҳатто пар намезанад. фаромӯш накун. ман ту кисти нобакор? накун, маро напарон. ту барои чӣ кор мекунӣ? барои ҷандан иншоот? намедонам. ман ба кӣ буданашро нигоҳ намекунам. бароям пул муҳим аст. пул шиноснома надорад. дар дасти кӣ бошад ҳамон аст. силоҳ ҳам ҳамин тавр аст. шиноснома надорад. агар дар дасти мо бошад умуман надорад. агар пахш кунам ту ба тамом нобуд мешавӣ. наҷот. тир аз куҷо омадааст, кӣ киро парондааст, касе намедонад. наҷот, фаҳмидӣ? дар байн як шахс буд, як ҷавон. ҳуҷҷатҳоро аз ман гирифта ба ман пул дод. бо ҷандан кор мекунад ё бо каси дигар намедонам. ӯ бошад 2000-ро таҳдид карданӣ буд. расмҳои онҳоро додам. аз они дигаронаш бошад истода аст. онҳоро ба шумо медиҳам. бепул пул намехоҳам. ба шахсе ки ҳуҷҷат фурӯхтӣ чӣ ном дошт? номаш чист нобакор? номаш Аяз. бале, Аяз. марҳамат ҷанобам. аз корҳои шумо хабардор шуданд. эҳтиёт шавед. дар ин ҷо ҳеҷ чиз махфӣ нест. шумо дар зери назорат ҳастед. дар он ҷое ки шумо аз он ҷо омадед, корҳои бисёре доред. аммо корҳои бисёре ҳастанд ки шумо наметавонед. ва ин яке аз онҳост. шармандагӣ. шармандагӣ. аз мо чӣ мехоҳед? ҳақиқат. дигар ҳеҷ чиз не. рӯзи тендер найранг накунед, касеро аз роҳ назанед, бас аст. рӯзи тендер ба мо овоз диҳед намегӯем. касе ки сазовор бошад, ба ҳамон овоз диҳед мегӯем. аз шумо ягон чизи дигар намехоҳем. имкониятро мо ба даст овардем. вагарна қодири парранда шуморо бисёр хуб истифода бурданӣ буд. ҷанобон, шарафатонро нигоҳ доштем. бар ивазаш ҷуз ҳақиқат чизи дигар намехоҳем. майлаш, ваъда медиҳем. агар сазовор бошед, ҳамаш ҳал мешавад. мушкилӣ нест, монеа нест. ҳамааш ҳамин аст. агар ҳоло аз мошин фароед, хурсанд мешавам. як кори бисёр муҳим дорам. каме тарафи боло равед, роҳ аст. аз он ҷо ҳатман мошин мегузарад. албатта, ташаккури зиёд. биё рафтем. медонам. агар ту намебудӣ, ман ба ин рӯз намерасидам. чӣ хел рӯз, ҳалдун? муфлис шуда будӣ. тамом шуда будӣ, тамом. ҳоло бошад соҳиби ширкате мебошӣ ки тендерҳои зиёди давлатиро гирифтаӣ. бале. ин ҳамаро ба як су гузор. ин шом ба меҳмонӣ ба хонаи шумо меоем. ба хона? тинҷӣ аст? тинҷӣ. барои як кори хайр меоем. тайёр шав. дар куҷо буде ҷаноби Аяз? аз рӯзи аввал ба мунтазир кардан шурӯъ мекунем? дар масъалаи харид ягон зан дер намекунад, ҳамин хел не? ман як кори муҳим доштам. биё рафтем. чӣ шуд? чӣ шуд, алдун?
زبانت گرفت؟ با کلیچ دهن خدا شدن را فکر نکرده بودی ها؟ من هیچ گم نه ما این کار را دور و دراز نمی کنیم. من رسم و آیین را دوست نمی دارم. برای شام تیار باش. خیر. چخیل؟ بسیار زیبا. جوانی خوب، لباس به شما خیلی زیبیده است. به مانند هنرمندان شده اید. داماد تپه تیار. این طور باشد گالستوک و کورتا روی وزن میکنیم. مرحمت بفرمایید. نمیخواهم که شام یگان ناخوشی شود. جانم، من چی میگویم؟ از هیجان خودم رو گم میکنم و چیزی گفته نمیتوانم. سفسطه نخون. با قول پیامبر و امر خدا میگویی تمام. نه اینش فهمو. پدرت رو چی میگویم؟ اما کی هالدون میگویم یا هالدون پدر میگویم؟ هنگامی خواستگاری پدر میگویند گرنگ. این توی گرنگ. آخر من یگان بار خواستگاری نکردم. اقلا یک بار میکردی آخر غیر تو کسی دیگر به من لازم نیست. حالا به شرکت روم مرا با این لباس دیده همه حیران میشوند. تو با کسی هیچ چیز نگوی فهمیدی؟ خصوصا به پدرم. میخوام که این سورپریز شود. میشود. سورپریزی بهترین میشود. اوف. انشالله همش خوب میشود. باور کن که تلخ کف میشود. من هم. اما پدرم را میدونم به تو نمیگوید. خدا خواهد. کورتا و گالسوک رو از نظر گذرونیم. من حتی یک کلمه هم گفته نتوانستم. لعنتی. من به پسر تو چخیل دخترم را میدیم. بیشرف حیوان، مرا برباد دادی. اکنون نوبت دخترم است. نه جناب. چی میگویی؟ جناب، وای، باید صحبت کنیم. آخرین زیباترین گل است که زیبایی من. به تربیه حیوان. این چند پول؟ نرخش وابسته به کی دادن است. اگر به من دهی به پول میدهم. نغمه نکرده گفزن چند پول؟ برای خاطر شما تنها 500 لیره اکا جون. چی؟ آفرین، چه خیلی زیبا شده یا. میدونی کمی پیش کی زنگ زد؟ کی؟ همسری قلیچ دهن، اسرا دهن. خیر، با من چی؟ چی ها میگویی دختر جان؟ او سخنهای زیبا و مهم گفت. حتی پروا ندارم. چرا پروا نداری؟ آخر آن اویله بسیار اویله با نفوذ است. آنها هرچی رو که دارن کنده میگیرن. نامی همش زیر زمین شود. میبینیم که این رو برایشان هم گفته میتوانیم. شما چی گفتن میخواهی؟ هیچ چیز نگفتم. تو تیار شدن گیر. همهاش رو به نزدیکی میفهمی. آرام شو جانان، آرام شو. نگذار که چیز تو رو غمگین کند. برای اون که این شب برای تو شبی مخصوص می باشد. لباس هایم هم آماده است. بله، تیارم. خسته نباشید خانم ابرو. تشکری زیاد. سلام. جناب ایاز، بسیار زیبا شده. تشکری زیاد. سلامت باشید. تمام روید. از پی کار شوید. اینجی است. چی؟ شما جشن داره؟ همه خیلی هم گوییم میشن. امروز قفسی قادری پرنده رو ویران کردم. به فکرم همین رو جشن میگیرند. چی؟ کنی فهمان؟ قادر با آدمانش 4 اعضای کمیته رو تهدید کرده است. آدمانش به چنگالی پاسبانان گرفتار شدند. اوه. بله، عیناً همین خیل. البته. تو چی کار کردی؟ تهدید کننده قادری پرنده رو یافته 2 اعضا رو از این درد خلاص کردم. آنها به فایده ما کار میکنند. تنها 2؟
اعضا از 5 نفر عبارت است. 3 نفری باقی مانده چه می شود؟ آنها را خلاص کردن نتوانستی؟ پولت نرسید یا اینکه قوتت؟ درست؟ خطا. اگر حساب کتابی تو چنین باشد در روزهای نزدیک این شرکت مفلس می شود. پول را بیهوده خرج نکن. حساب کتاب را خوبتر آموز. خوبو ماتماتیک گفتنی یک فن است. 5 کس باشند 3 نفرشون را نگیری این کار خوب میرود. انا این سوالی درست. از 5 3 نفر باقی ماندند. 2 تایشان طرفداری ما. 1 نفر میماند. این 1 نفری تنها مانده با یاری 2 نفر به طرف ما میگذرد و ما در تندر پیروز میشویم و هم پولمون را بیهوده صرف نمیکنیم. این درست. خیر وقتی این جنابان خوب میکردن تو این کارها را حل میکردی؟ بله کاری من همین است. Айяз. Оё дигар ном набуд ки бар зидди ман барояд. Гул ин одам кист? Айяз Шенгул кист? Аз куҷо қувва мегирад? Аз ҳуҷҷатҳои дар дасти наҷот буда чӣ тавр хабардор шуд? аз куҷо мешавад? такягои ҷандан иншоот даҳан мебошад. шояд аз ӯ хабарро гирифта бошад. агар рост аз килиҷдаҳан мегирифт ман хабардор мешудам. аз ин бармеояд ки ин тавр нест. барои чӣ доимо фикри инро мекунӣ? килиҷдаҳан доимо туро назорат мекунад. ба фикрам ба ту боварӣ комил надорад. бигузор то ки тендерро ҳалдун гирад. агар баръакс шавад фикр мекунам ки ту хиёнат кардаӣ. барои ту мағлуб шудани уғур чекелек ва қодири парранда бисёр муҳим аст. не аммо мағлуб шудани ҳалдун муҳим аст. агар киличро нобуд карданӣ бошам бояд аввал манбаи пули ӯро нобуд кунам. ман қавли додаамро фаромӯш намекунам. ман ба падарам модарам хоҳару додаронам ваъда додам. ваъдае ки ба акаат додам. барои иҷрои ваъдаам бояд ҳалдунро нест кунам. медонам ман ҳам барои ҳамин дар ин ҷо мебошам. аммо як калима аз ҳаёти ту муҳимтар шуда наметавонад. аввалият надорад. ман аз ту талаби иҷро накардани ваъдаатро накардаам. каме дертар шавад намешавад? намешавад. ин тендер бисёр муҳим аст. агар инро низ ҳалдун бигирад бидон ки ҳалдун мешукуфад. ин мавзӯъ дар ҳаёти ман бисёр ҳам муҳим мебошад. бе ҳамин ҳам ман худ ҳаёт надорам. ҳамчун Фарҳод Гунёл шурӯъ кардам ва ҳамчун йигит ҳам давом дода истодаам. то оиди кадом ҳаёт гап мезанӣ Гул? кадом ҳаёт? фарҳод маро бубахш. барои зарар дидани ту ман розӣ нестам. ҷаноб, як лаҳза. яке аз номҳоеро ёфтам ки мехостед таҳқиқ кунам. Баязгуло, ҳуҷҷаташ ин аст. шахсе ки шумо меҷӯед ҳамин бошад? шумо ҳамин шахсро меҷӯед, ҳа? не, номаш монан будааст. шумо ҷустуҷӯро давом додан гиред. хуб ҷаноб. модар беяз аяз дар куҷоед? падар, ин чӣ гуфтани гап? ба ҳар шахсе ки шиму костюм пӯшад мансаб медодаед.
برای چی با من نمیدید؟ منم عروس شیمو کاستوم میپوشم، اما شما وظیفه اردمچی مدیر را نیز نداده در این اجرت ها مرا انتظار میکنید. وقتی که من باشم برای چی بتندر رو او را مسئول میکنید؟ من پسر شما نیستم، من شما را نمایندگی کرده نمیتوانم. این آدم کیست که جای پسر شما را گیره؟ دمت را گیر، تو خودت را اداره کرده نمیتوانی، چه خیلی مرا نمایندگی میکنی؟ درست، شاید ایاز پسر من نباشد، اما برای من از تو هیچ فرقی ندارد. من با او بیشتر فخر میکنم. امروز شرکت به این درجه با شرافت فکرهای او رسید. در این شرکت از من و تو او بیشتر حق دارد. حالا بشین فکر کن که کی خطا کرده است. بس است، بس. با همه تا نفرت دارم، نفرت. او به من هیچ مانند نیست، عیناً مثل مادرش است. این خیلی حالت ها میشوند. با تو فخر میکنم ایاز، اما در نزد تو قرض دارم. این طور نگویید، این چه خیلی سخن است؟ به تو وعده دادم و اجرا نکردم. اویلت را یافته نتوانستم. گفته بودم که برادر خواهرت رو میابم، اما نتوانستم. اما جستم، یک جای جستم، میدانی؟ میدانم. و من برای ناامید نشدن چقدر کوشش نکرده باشم؟ نه، نگو که ناامید شدم. همه چی بگو، اما نگو که ناامید شدم. اهل اویلت رو میابیم. اویله انسان بسیار مهم است ایاز، بسیار مهم. پدر، مادر، برادر و خواهران، پسر، دختر، همه مهمند. هیچ کس نمیخواهد که آنها را از دست دهد، اما بعضاً انسان هیچ کار کردن نمیتواند. از دستش هیچ کار نمیآید. تو هرگز ناامید نشو تا دم مرگ. پدرت به فرمون دادن عادت کرده است. این عادتش را پرتافته نمیتواند. تو خوب فکر کردی؟ چی رو؟ اون دختر رو میگویم. حالا هم مثل پیشتر دوست میداری؟ اولها نامش رو شنیده از هوش میرفتی، اما وقتای آخر نامش رو از زبانت نمیشنوم. به حسیاتت باوری داری؟ بس کنید. بعضا باور نمیکنم که شما همسری کلیش دهن هستید. تا حال یاد نگرفتید مادر، همه چیز از حسیات عبارت نیست. برای آن که دنیا به مانند حسیات بزرگ نیست. بینید که ما در بالای سنگ و خاک زندگی میکنیم. خانم اسرا، شما هم کمی سخت میشودید، بسیار خوب میشود، وگرنه زندگی کردن نمیتوانستید. بیدار شوید مادر، بیدار شوید. خالدو، چرا تو حال ناومده؟ تو چرا پدرت رو از آفیسش گرفته نآوردی؟ من چی دانم مادر، من پاسبان او نباشم. خوب، یک طرفیست. ای گویا که چقدر مهم بودن این روز را دانسته باشد. امروز برای چی مهم بود است؟ نزدیکتر بیا، باز همان احواله. انکن با دقت گوش کن. این دختری در بالا بودن نهایت از اینجا می رود، گم می شود. واه، در آخر از این خلاص می شویم ها؟ خودش ها این را نمی داند. من میکشویم. کشو دخترم، کشو. میبینی؟ یک طرف گذر.
خیر به خانه‌تان دعوت نمی‌کنی؟ در همین بیرون نیستیم؟ اوه کی آمدند. خوش آمدید خوش آمدید. مرحمت گذارید در نزدیک در نایستید. خوش آمدید مرحمت گذارید گذارید. خوش آمدید نوری دیده تو گیتار گذارید کنی. مرحمت شما هم گذارید. خوش آمدید اینقدر مرا خرسند کردید. خوش آمدید. خاموشی است. بس است. من چطور این رو به دخترم گویم؟ آخر وای جگری من است، جانی من است. او میخواهد جانی مرا بگیرد. بشدم مادرم، کاش که این انگشترین را به انگشتی جانان شما می‌گذاشتید. کاش که اکا و خواهرم هم در اینجا می‌بودند. کاش که پدرم با امر خدا و قول پیامبر می‌گفتند. مادری مهربانم، مادری فرشته، خدایا به من کمک کن. برای پیدا کردن آنها به من یاری ده. نمیخواهم که ناامید شوم. التجا میکنم. این شام بسیار زیبا می نمایی. این آدم کجا گم شد؟ کاش می آمد و این کار خیر را به انجام می رسید. جانان
چی شد؟ ای خدا با من کمک کن. اینقدر انتظار شدیم و فکرم بس است. خانم من رسم و آیین ها را نمیفهمم. من و هلدون در این باره امروز صحبت کردیم. شف نمی کنیم. مقصد آمدنمون معلوم. ما دخترتان جانان را به پسرمان سوش خواستگاری میکنیم. مرا درست فهمید. مقصدم را مشخص گفتم. راضی شوید خوب میشود. ما امروز با پدری دختر مصلحت کرده بودیم. از شما جوابی مثبت انتظار. Ayaz isto. جانان از آوان کودکی همدیگر را میشناسند. میخواهیم هر دو را خانه‌دار کنیم و شرکت را هر دو یک جای پیش برند. یعنی خلاصه گپ خانم محترم از این خانه دف شوید. شما خود را کی میشمارید؟ چرا از نوع من قرار میبرارید؟ گوش کن دخترم. مرا دخترم نگوی. من دختری تو نیستم. تو خود را کی میشمارید؟ این پسری به تربیت را گیرو از اینجا دف شو. های تو بیهودو سباش بیاید میروید. با فکرم اینجا نفهمیه شد. آخر چخل خوراک نخورده؟ دمتان را گیرید. این را گیرو خودت به دستت کن و به آینده درخشان آماده باش. هر کی به دست کلیش افتد رهان نمییابد. لعنتی خدا زده. مادر با این دختر یکان چیز بگو که دیوانه شده است. ayaz gap zan. برای چی تو از من رنجیدی؟ تو این چیز رو نمیدونی. ayaz جواب ده. ayaz آوازت رو برار. التماس یک بار رویت رو نشان ده. کاش که از آنجا نمی رفتی. کاش که در همونجا می ایستادی و جوابی مرا می شنیدی. ayaz من با یک نگاه به تو عاشق شدم. همیشه تو رو دوست داشتم.
لحظه های بودن که از تو سخت میرنجیدم و هم تو رو سخت دوست میداشتم. قسم میخورم ایاز، باور کن. درت رو کشو، التماس کشو. اگر از اونجا نمیرفتی با من باور میکردی من از هیچ چیز خبردار نبودم. با من باور کن، من اون لعنتی رو چشمی دیدن ندارم. ایاز، من غیر تو با هیچ کس نگاه نمیکنم. قسم میخورم، التماس در رو کشو ایاز. با تو دفشم رو گفتم پسرم رو میخواهم، پسرم رو بیاری. پسرم در کجاست؟ او باز دیوانگی میکند. چاره او را یاب. این کاری خوب نیست. آخر من چیکار هم کرده میتوانم جناب؟ پس از مرگ پسرش همین خیل شد. نه پرتافته میشود نه فروخته میشود. هر دفعه با تو میگویم که به اینجا نبیا. تو چخل دختری بیرو هستی ها؟ ای بس، نخود مهمانی خدا را بیرونی. این رفتار با شما نزیبید. من دختری شما با شمار میروم. من دختر ندارم. دفشم از اینجا. تمام روز یگان چیز نخورده اید. حداقل از این تورت خورید. با تو دفشم رو گفتم پسرم رو میخواهم. پسرم رو بیاری. پسرم در کجاست؟ مایلش میروم، لیکن باز میایم این رو دانید. دفشم رو دفشم. بعد مرگ آن بچه در صدمه راه این دختر را به حیث معلمه گرفتیم. در اول همش خوب بود، فقط آن بچه با بیماری جگر که بعد صدمه پیدا شد تاب آورده نتوانست. در روی میز جراحی جان داد. نسترین به این تاب نآورد. به همه کس به همه چیز خشم پیدا کرد. این دختر هر لحظه آمده میخواهد او را به حیات برگرداند، مطابق کند با زبان خودش، با فکر خودش. نیه همینطور میگویی؟ من میروم جناب قادر. خوب مایلش. وای یعنی همین ها؟ بله همین. تو مرا پرتافته رفتی پسر جانم. مرا ببخش کریم جان، پسرک شیرینم. تو چی گفتی است؟ اقلم تو مرا بخشیده میتوانی؟ او خدا، ای خدا، من با این کودک ها چی کار کردم؟ خدایا، ایدن مادر هم با جنت سرفراز گردد. او را به مانند کریم همچون فرشته قبول بکن. مرا او به پای رساند. او مرا به این روزها آورد. مادر نداشتم، اما ایدن مادر داشتم. اویلم هنوز هست. میدونم در کجای مرا انتظار میباشند. التماس دعای مرا قبول کن. با اکاهای مرا شناس میکنی؟ من بیاس
التماس دعای مرا قبول بکن. اکه هایم را انتظار می باشم. تا دمی که زنده هستم انتظار خواهم شد.